آقا فارسیمون عشق است. چرا؟ به خاطر اینکه تو برخی از موارد خیلی راحت از یک کلمه مثل باید استفاده می‌کنی، خیلی خودت راحت می‌کنی برای اجبار. باید برم، باید بخوابم، باید بگیرم. اوکی؟ ولی همین باید رو توی انگلیسی استفاده کنی کلی دنگ و فنگ داره. حالا چرا؟ به خاطر اینکه بایدهای مختلفی داریم و همش مثل هم نیست. اولین بایدمون must. I must go، یعنی باید برم. ولی چه بایدی؟ یعنی بایدی که اجبارش از سمت خودمه. به این صورت I must go. دومین باید با have toه. I have to go. باید بری، باید برم. دست خودم نیست، یه اجبار از بیرونه. I have to go. I have to go. I have. و اما سومین باید با should هستش. I should go. یعنی چی؟ یعنی باید برم. چه بایدی؟ بهتره که برم. میتونم نرم ولی بهتره که برم. I should go.